بسم اللہ الرحمن الرحیم. گو اللہ پاکی نامہ. فرید بلوچ شہرستان سراوان. امید کران کہ اللہ رب العزت تمام واجہان صحت سلامت بکن و هیچ گناه سختی و سوری مگین. در مورد تنبوره چند نکات ہیں دوستان توجه کنند. آن نوزربران یک پیتش تنبوره بسکن. اول پیتش بسکن سر سیم که کار کنه دست و تا خشک مگرن، یعنی دست ترند مکنه، دست نرم کنه، شل بگیرن، سر سیم کار کنن. وقتی که دست شل گیرن سر سیم کار کنن قطعا این تنبوره بعد از چندین جلسه قابل گوش داره بود. بل اگر مثلا غیر اصولی کار کنن، سالهای سال تمرین کنن، پیشرفته نیست. الان فرید ششمی جلسه تنبوریو تکرار کا ساک ساکتر تکرار کا ماشاءاللہ تکرار کا. بزرگواران توجه کنه این ششمی جلسه که تمرین کن تنبوری صاف ho. چون اصولی کار کرده. اگر اصولی کار مکرده تنبوری گنگت و هنگت نتوانید بجنتی. الان دستی ماشاءالله صافتر بوده و قطعا انشالله پیشرفت کنه. چک 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 ماشاءالله. پدب جان تکراری کا ماشاءاللہ.